يا رمضان يا شهر الهدى يا شهر الندى يا شهر البركات يا ما چند تا سوره در قرآن داریم همش با تسبیح شروع میشه. یسبح لله ما فی السماوات والارض، سبح لله ما فی السماوات والارض. این معنیش چیه؟ یسبح لله معنی تسبیح چیه؟ یعنی بین من و تو و رب، بین من و تو و خالق، بین من و تو و الله اقیانوسی است که وقتی ما میگیم سبحان الله یعنی ما داریم شنا میکنیم تو این اقیانوس معنویت به سوی خدا. معنی تسبیح اینه، شنا کردن در اقیانوسی که به ساحل رب العالمین و ساحل امن اونجا چه منتهی خواهد شد. سبح لله، سبحه از سباحه گرفته شده، تسبیح از سباحه گرفته شده و سباحه یعنی شنا کردن. وقتی انسان تسبیح خدا میگه یعنی در اقیانوس معنویت داره سباحه میکنه، شنا میکنه، پیش داره میره. خداوند دو تا کعبه ایجاد کرده، یک کعبه در بیرون و یک کعبه در درون. اما کعبه‌ای که در بیرون از آب و گله، بانیش هم مخلوقی از مخلوقات خداونده، بندی از بندگان خداونده و اون در مکه هست. بانیش ابراهیم خلیله، مواد ساختمانیش آب و گله، خشته. طواف کنندش چه کسانی هستن؟ بازم مخلوقاتن، انسان ها هستن. ولی یک کعبه دیگه داره. این خواجه انصار تو تفسیر ادبی عرفانیش داره. عارفا خیلی وقتا یه حرفای عجیب و غریبی میزنن، الهاماتی دارن. میگه اما کعبه دوم در درونه، اون دیگه از آب و گل نیست، اون کعبه درونی از جان و دله، موادش جان و دله، بانیش رب العزت والجلاله، الله بانی اون کعبه است. و طواف کننده کعبه‌ای که از جان و دل کیه؟ اللهه. اللهی که بر دلهای ما و شما طواف میکنه. سوال اینجاست، این دلو که اهدا کرده به من و شما؟ الله. دل برای چیه؟ برای دوست داشتنه. اولین ذاتی که باید دوست بداریم چه کسی باید باشه؟ کسی که این دل رو اهدا کرده و در این دل دوست داشتن قرار داده، وگرنه یه تکه گوشتی بیش نیست. ببخشید اگر من این تکه گوشت زبانم رو در بیارم، این صدا از کجا داره میاد؟ این صوت از کجا داره میاد؟ سبحان الخالق. هنوز کسی جرأت نکرده بگه من خالق انسانم، من خالق کوهم، من خالق اقیانوس هم، من خالق آسمانم، من خالق اجرام آسمانیم، من خالق زمینم. فقط یک ذات جرأت داره که بگه، حق داره که بگه. زمین با همه اقتدارشون هنوز جرأت نکردن. اگر این ادعا رو بکنن بهشون میخندن. مگر کسی غیر از ذات باری تعالی میتونه این ادعا بکنه، به خودش اجازه بده که من خالق کوهم، خالق انسانم، خالق دریام، خالق زمینم، خالق اجرام آسمانیم؟ اللهه. اگر الله این دل رو داده و درش محبت و دوست داشتن قرار داده، اولین ذاتی که باید دوست بداری اللهه.
مشکلت خودتو حل کن. یه الله با این دل دوست بدار، کل وجودت در بر میگیره. دنیا رو طوری دیگه میبینید، دیگه تو میشی بنده رب العالمین، تو جایگاهی ویژه پیدا میکنید. این کعبه از جان و دل و هواش داشته باشی. خداوند همیشه نگاه به دلهای ما و شما میکنه، نگاه به جیبها نمیکنه، نگاه به پست و مقام ها نمیکنه. برای رب العزت و الجلال کرامت انسانی مطرحه، نه رنگ و پوست، نه جیب، نه پست و مقام. یه وقتی ابوذر غفاری از دهانش در رفت، به برادرش بلال گفت یا ابن السودا، ای سیاه زاده، ای کسی که مادرش سیاه پوسته. بلال شرمنده شد، سرش انداخت پایین. خدا رنگ منو سیاه کرده، رنگ پوست من خدا سیاه کرده. چه بسا رنگ پوست خیلی ها سفیده اما زیرش خیلی سیاست. چه بسا رنگ پوست ها خیلی ها سبزه است اما اگر بر خدا قسم بخورن خدا قسمشون رو اجابت میکنه. خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید، ابوذر پشیمان شد، دست به دامان بلال شد. ای برادر بلال منو ببخش، آروم نمیگیرم مگر این که روی زمین جلو همین جمعی که به تو توهین کردم بخوابم، پیشانیم به بالا باشه، تو با این نعلینت که روی خاک راه میری بکوبی تو صورت من. ابوذر به بلال میگه. ابوذر غفاریه، از قبیله غفاره. اون یک سیاه پوست حبشی است، غلامزاده بوده، برده بوده. اما بلال چه جوابی داد؟ گفت یا اباذر، ای برادر ابوذر، من کسی نیستم که با این نعلینی که روی خاک و نجاست راه میره بگذارم بر پیشانی که برای خدا سجده کرده. حالا توی اشتباهی کردی، یک چیزی از دهانت در رفت، بعدم عذرخواهی کردی. این دلها کینه توش نیست، حب انتقام توش نیست. دلهایی که حب انتقام توشونه و کینه در درونشونه هیچ موقع نمیتونن بزرگ بشن، رهبر بشن، مسئول بشن، مصلح بشن. نعمتها زمانی به کار میاد که سه چیز در نعمت تحقق پیدا بکنه: یک، علم; دو، حال; سه، عمل. علم چیه؟ علم شناخت نعمت هاست. با علم که نعمت های رب العالمین رو تو میشناسید. ما باید نعمت های خدا رو شناسایی بکنیم. اگر مال نداد میگیم خدا هیچی نداده، اگر ماشین نداد میگیم خدا هیچی نداده، اگر خانه نداد، اگر حقوق خوبی نداد، درآمد خوبی نداد میگیم خدا هیچی نداده. خیلی نعمت ها هستن که مال و مقام و جمال و اینا در مقابلش هیچی هستن. من دیشب داستان اون پیرمرد جاسکی رو به شما گفتم که این دوستمون تعریف میکرد یک سبد کالا بردیم تو شرق جاست، تو روستاهایی که حتی ماشین هم اونجا نمیره، با چارپا و با خیلی صعب العبوره، طرف باسیدی و جانوری و اونجا یا با موتور میرن یا پیاده یا چارپا. شامل برنج و روغن و شکر و آرد و عدس و ماش و اینا بود. وقتی دادیم به اون پیرمرد تحویل گرفت، گفت پسرم خیلی ممنون، جزاک الله خیر، ولی این برای 5-6 روزی، 1 ماه بیشتر دوام نمیکنه. کاش که به جای این نان و این آرد و این برنج و شکر و روغن یه شیخ جوانی می آوردی قرآن یاد ما میداد. اون ماندگار بود. اینا تشخیص دادن. پس علم یعنی شناخت نعمت، حال
یعنی شاد شدن دل با نعمتهای مهم، نعمتهای اساسی. اما سوم عمل به نعمت در جهت رضای خدا، نعمتها رو در جهت رضای خدا قرار بدیم. حضرت حذیفه بن الیمان صاحب سر رسول الله بود صلی الله علیه وسلم. اسرار رسول الله پیش این آقا بود، اسرار خصوصیش. یه روز شیطان رو در خواب دید که تو سرش میزنه، داره زار زار گریه میکنه. گفت شیطان چرا زار زار گریه میکنید؟ گفت به دو علت. یکی این که خدا در لعنت رو بر من باز کرده تا قیام قیامت، همینجور مردم و فرشتگان و سایر مخلوقات بر من نفرین و لعنت میکنن. و دوم این که خدا قلب مؤمنین را بر من، نفوذ من در قلب مؤمنین رو مسدود کرده. هر وقتی که تصمیم گرفتم نفوذ بکنم بر قلبشون، با هیبت مؤمنین مواجه میشم که تبدیل به آتشی میشه میخواد منو بسوزونه. امروز شما اینجایید، امشب اینجایید. آیا شیطان اجازه داد؟ آیا راضی شد که شما بیاید؟ آیا خوشش میاد؟ شما محکم ایستادید، استقامت داری میکنید. میگه نفوذ به دل مؤمنان مسدود کرده، من نمیتونم وارد بشم. چه نعمتیه. همش جوان نشسته، نه که اینجا. درست مسجد الحرام در دنیا فقط یک جاست، کعبه، اما قبله همه جا هست. اون برنامه‌ای که الان اونجا اجرا میشه ما هم اینجا اجرا میکنیم. اونجا قیام، اینجا هم قیامه. اونجا خط میخونن، اینجا ما خط میخونیم. پس میشه برنامه‌های خوب و هر کجای دنیا داشته باشه. قدر این فرصت ها رو بدونید. من قبلا هم به شما گفتم که تو همین ماه مبارک رمضان امسال 2 نفر میشناسم، 2 نفر، 2 تا جوان شاید 30-35 سال بیشتر. یکیشون 400 تا کیسه برنج 10 کیلویی نقد چکش کشید، بین خانواده ها چه تقسیم کرد. بین 400 خانواده کیسه 10 کیلویی برنج. یه نفرم دوباره بین 450 خانواده سبد کالای کامل با روغن و شکر و خرما و عدس و کستر و ژله و کرم کارامل و مرغ و چه توفیقیه که یک جوان 30 ساله میاد، خدا بهش مال داده، ثواب روزه 400 خانواده رو میگیره، با 35 میلیون تومن، با 40 میلیون تومن، با 50 میلیون تومن. در صورتی که یک جوون دیگه داریم که سر سال همینطوری که مؤمنین زکات مالشون رو سر سال حساب میکنن، این آقا زکات امسال مثلا 300 میلیون پول آبجو بوده، 500 میلیون پول معذرت میخوام فحاشین بوده، 500 میلیون پول عیاشین بوده، 500 میلیون پول تریاک هم بوده. سبحان الله، میخوای زکات مالت بدی؟ هرچی کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. امشب شب 23 یکی از شب‌هایی است که امید هست شب قدر باشه. 83 سال و 6 ماه در یک شب عمر معنوی برای شما تولید میشه. اگر تو امشب یا شب‌های آینده نصیبتون بشه، عمر معنویتون 83 سال، یعنی کسی 5 تا رمضان 5 تا شب قدر نصیبش بشه 415 سال عمر معنوی میکنه. حالا عمر حضرت نوح بالاتره یا عمر امت محمد بالاتره؟
10 تا شب قدر نصیبش بشه حساب بکنید 800 سال 900 سال تو 10 تا شب قدر اگر نصیبت بشه. لیلة القدر خیر من الف شهر سلام هی حتی مطلع الفجر. درهای 7 آسمان شکافته میشه، موجودات نورانی از آسمان نورباران میشن به طرف زمین، زمین رو نورباران میکنن. دنبال رکوع کنندگان و سجده کنندگان هستن، دنبال حلقه های ذکر هستن، با مؤمنین تو این شبها مصافحه میکنن. سلام هی حتی مطلع الفجر. آرامش کامله. موفق و مایل باشید. نماز وتر رو با هم میخونیم. لحظاتی هم چه هر کسی با خودش و خداش خلوت میکنه. 5 دقیقه، 10 دقیقه، 2 دقیقه با زبان مادری خودت بعد از دعای وتر، بعد از نماز وتر دعا بکن. التماس دعای خیر داریم. موفق و مایل و سربلند باشید. به نماز نیست. شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا